بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه محمد رفیع صدیقی هستم از رضاکاران مؤسسه خیریه احساس. خواهران و برادران عزیز، به خصوص آن عده از هموطنانی که خارج از افغانستان زندگی میکنیم، احساس در کنار دهها برنامه انسانی و خیری خود به خاطر ارائه خدمات انسانی و خیری بهتر برای هموطنان، امسال همچنان برنامه قربانی را برای هموطنان عزیز در نظر دارم. شما خواهران و برادرانی که میخواین قربانی های شما برنامهش به صورت منظم تنظیم شود، شما میتونین از طریق مؤسسه خیریه احساس برنامه قربانیتان را تنظیم کنین و احساس من حیث یک مؤسسه خیریه قابل اطمینان و قابل دسترس در تمامی نقاط افغانستان و وجه احسن و با اطمینان کامل قربانی های شما را به مستحقینش میرساند. مؤسسه خیریه احساس، پل ارتباطی میان اغنیا و فقرا.